برای ما در این محل 4 خانواده دگاه میایم. فرزندان تاتار، کاچکارا، کارجاده ها و فرزندان هزاری. دیگه؟ اینا بیاز و بزرگایشون است پدر. کسی که تکلیف کشا پول زیاد به دست میاره. بیادر بیا که از این مسئله بگذاریم. او قسم نمیشه کاکا، ولی با کسای دیگه امکان داره که مذاکره کنیم. دخترم اگر کدام دیوانه دیگران به عملیات پیدا کردی مطمئن باش کورتی ما مانده از اینجا میرم. این کورتی را در 5 سال یک بارم اینجا ویزان نکدی لالا. درست است بیادر، خیمانده میرم. دختر پدر دیگه کارا را پیش میبره. ببین حالا وقت فرار نیست. یا در این کار ناکام میشم یا مشهورترین اشخاص خواهد شدیم. درست است. میخوایم یک دفعه دیگه میرم مطالعه کنم. درست است کاکا جان. ما چند لحظه پیشتان میایم. دختر مرا با آقا اورل وصل کو. پدر ما حالت مالی را دیدم. اوضاع قدر خوب نیست. اورل گشنه تو رو ترسانده چطور دخترم؟ نه ترسیدیم پدر. میفهمین که آدم درست کاری است. مشکلات نقدی رو خو میفهمین. این کار خلاص کنیم دیگه مشکل نمیمانه. یک دفعه فقط داخل این کار شویم. یعنی چی که داخل شویم؟ یعنی شرایطش پورا کنیم. شرط نما خب پیش ماست. پس کدام شرط؟ دختر بیکار تنها با قوانین نمیشه. گپ تو در مورد منطقه جنگای سابق است و او 4 خانواده را که گفتی 4 طرف دوزخ هستن. قوانین جنگی است که کسی که تسلیم شوه سر از او شمشیر کشیده نمیشه و یگانه راه پیروزی در این جنگ فریب است. ای فقط کار است. جنگ چی؟ این جنگ زنده ماندن است. یا تو اونا را از بین میبری یا اونا تو را از بین میبرن. پس حالا ما اونا را از بین میبریم. کسی که سر پای استاد شوه او برنده است. کسی که در زمین بفته بازنده است. شما که بالای سر ما باشین کس ما رو شکست دادن نمیتونه. ما حالا پیش کاکای میرم پدر جان. تا بالا پولاد بیادر نبر آمده؟ اگه مبرامت ما اینجا چی میکدم ارهان؟ فقط کدام جای دگان برای رفتن داری؟ آف بازم او کسی تا را میبینه چی تو؟ کست نه بیادر دیویدی با آن دیگه فقط نمیفهمم زاره میکفه که به او ضرر برسه. یک انسان 40 روز پرونده سوی قصد مجهوله میبینه
اوف 31 جنوری 1990 پروفسور محمد ارسوی در مقابل خانه خود توسط فرد ناشناس کشته شد. 24 جنوری 1993 اورمچو محقق در پیش خانه خود توسط بم جاسوسی شده کشته شد. 7 مارچ 1990 جدی ناماج در داخل موتر یک جا بار راننده خود در مسیر راه کشته شد. 2 اپریل 1993 در هتل سباستاز 35 نفر جان خود را از دست دادند. 7 جنوری 1993 قماندان اسبق امنی اشرف ترکنه به سبب یک مشکل تکنیکی جان داد. 7 رئیس جمهور ترکیه دزال طبق معلومات علت مرگش حمله قلبی گفته شده. این که موضوع واقعیت دارد تمام دکترها تصدیق کردند. مرحوم در سال 1988 در مراسم کانگره در سوی قصدی که به جان شده بود نجات یافت. 25 آگوست 2001 اوزیل اگیاری تاجر در قبرستان توسط چاقو به قتل رسید. 20 سپتامبر 2003 در استانبول شعبه EVC سفارت انگلیس تکان داده شد که در این حادثه 61 نفر جانهای خود را از دست دادند. 21 جولای 1999 سیاستمدار مشهور به نام احمد تنر توسط بم جاسوسی شده در مقابل خانه خود کشته شد. کاملین تمام این قضایا پشت پرده بود. از کشته شدن تاجر معروف چائری توروس 40 روز دیر شد. فردا در مرحله نخست محمود گندودو با ارجان کره در محکمه حاضر میشن، اما گزارش رسیده که ارجان در محکمه حاضر نمیشه. در جریان این محکمه جنایتی که علیه توروس انجام شده با تمام جوانب آن ابلاغ میشه و نظر به اینکه مسائل سیاسی داشتنی روشن خواهد شد. کی را روشن خواهد ساخت؟ متهم خود از دست ماست. رئیس صاحب میبخشین مزاحمتان شدم. یک مسئله مهم است، امکان داره ببینمتان؟ میبینی پرموز باز خواد دیدی این کار بالاخره به ما سپرده میشه. ما خو کار نکردیم. صدقه چام در که تو ضعیف است. یک انسان نمیتونه حق خود بگیره. مقصدم از سپردن کار به اهل کار است که مربوط ما میشه. چی را حل میکنیم؟ مقتول معلوم است و قاتلم ترور کمونیست داره؟ یه ارتباط نداره. گپ ناک نزن لالا. از چی وقت کمان ساده این پاکدن شیشه با کلاشینکوف یک تاجره ای قسم میکشن؟ پرموز ما میرم. درست است آقا. کجا میری بیادر؟ ما بیایم؟ ابزارهای امامتی رام زنگ بزن، هر سهتان در دفتر باشین. درست است بیادر. ایره باید بفهمی که همیشه ما در خدمت هستیم. ما در جریان محکمه اشتراک میکنم کاکا. دیگه نباید خود عذاب بتی. با نوی جلسه تیر شوه میبینیم که چی میشه. باز میتونی که بری، هیچ مشکل نیست. من میخوایم بفهمم که پدرم به خاطر جدات یک حالت هست به این رفت. اونجا میری باز دیگم جگرخون میشی، اعصابت خراب خواهد شد. اونا قاتل هستن، اشخاص عادی نیستن که بشنون. میدون از وام جگرخون هستم. پدرم به کی ضرر رسانده بود؟ پدرم تو چی کده بود گناه خواستن به این طریق قول از بین ببرن؟ شام بخیر. بفرمایین آقا. سلام. خوش آمدی. خوش باشین. چطور هستی؟ خوب هستم.
تشکر میکنم از اینکه اجازه دادین به دیدنتان. خواهش میکنم. گفتی مهم است؟ بسیار وقت میشه به چیزایی که میخوایم بگویم فکر میکنم. قسمه که میفهمین. میخواستم در موضوع ترور خود دخیل بسازم، اما اجازه داده نشد. اجازه دادن نشد نه. شاید که شرایط مساعد نبود. در مسئله که میخوای داخل باشی 23 سال است که مسئله مهمی سرزمین است. به نظر من این سوال تو که 23 سال دوام کرده فردا حل شود. تحلیل درست ازی حداقل عمق مدت زمانه در بر میگیره و بسیار مشکل ساز میشه. ما از خواسته که دارم انکار نمیکنم. ما به خاطر خدمت به می وطن تربیت شدیم. دای شک ندارم. تو و تشکیلات نجاتی کامو به این وطن خدمت کردین و خدمت خواد کردین. این کشور در مدت 23 سال که با ترور و دهشت افغانی مجادله میکرد تو سبب او را بسیار خوب میفهمی. ما فقط با 3 یا 4 ولگرد مجادله نمیکنیم. مجادله ما با ترتیب دهنده و تشویق کننده ترورستا می باشه و کسایی که میخواین کشور ضعیف بسازن. ما باید که اونا را شکست بدیم. در این مجادله میخوایم ما هم سهم داشته باشم. با ترور نه بلکه با کسایی که در عقب هستن. با تروریست نه بلکه با کسایی که اونا را حمایه میکنه و قادر به انجام هر کار میسازه. ما تا آخرم رایت هستم. بگو چی کمک میتونم؟ در سابق هر کشور با ارتش اشغال میشد، با مردم اشغال میشد. امروز حالات فرق میکنه. کشورها به خاطری که بتانن دشمن از خود دور نگاه کنن و از هزینه های گزاف ارتش هم نجات پیدا کنن، به جای یک گروه ارتش جاسوس های خود داخل یک کشور میکنن و از این طریق تمام منابع اونا را به دست میارن. در این صورت نمیتونیم اونا را اشغالگر بگوییم. کاکا یک گپ خواهمش نفهمیدم. مثلا چی دختر؟ بدرم با شما، یعنی بینتان کدام گپ است که از او گپ من خبر ندارم؟ کدام رابطه؟ نمیفهم. کدام دشمنی خو نداریم؟ نه دخترم، ما کدام دشمن داشته نمیتونیم. پس او سولورگت از ما چیز خواسته بود که برشان ندادیم؟ نه دخترم، از ما چرا کسی چیز بخواه؟ ما مثل دگاه ارگت ها نمیشناسم که کی است و کی نیست. نمیشناسمش و نده برش چیز میفهمم. میشه که شما نفهمیده باشین پدر ما تهدید کرده باشن، خصوصا درباره ما گفته باشن قدر پول بده کنی دختر اختطاف میکنیم. نه، اونا دشمن ثروت هستن، هیچ ضرورت به تهدید ندارن. اگه تهدید میکردن ما امنیت خودم میگرفتیم، اتو راحت نمیگشتیم. پس پدر ما کی و چرا کشته کاکا؟ بیادر ما یک تاجر وطن دوست و مردم دوست بود. ای تروستا حتما از این کار خود بسیار خوش هستن و افتخار میکنن و به این خونه که به دستایشان است بسیار میبالن. اما اونا فقط متهم هستن. اینا را هر کسی که استخدام کرده باشه اونا دشمن این وطن و ملت هستن. این آدم کل چیزا رو راست میگه. پس چرا همیشه صدای خانواده را میشنویم؟ این خو معلوم است که اینا چیزی که در فکر ما رد میکنن. اولین شرط گوش کردن است که گپ نمیزنی، فقط گوش میکنی. در 20 سال اخیر تمام جریانات عمومی سوی قصد و پرونده سوی قصد مشغول تحقیق کردم. هر کدامی جریان یک سیره از این کشور کاملا تغییر داده. بر علاوه ای در این زنجیر یک حلقه دوم اضافه شد، چاری تروس. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم یک آدم خوب، پاک و بدون شک یک تاجر سرشناسه این کشور بوده. او را کی و به خاطر کدام کارش کشتن؟ در جستجوش هستیم. مطمئن هستم که جستجو میکنین، اما یکی جنایت از طرف ارگت شده باشه فکر نمیکنم و ای را به ما کسی قبولانده نمیتونه. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات عمومی، اتحادیه اروپا، اهالی چیها
و از همه مهمتری که شکسته که در عراق صورت گرفته اینا را حساب کرده میتونیم نه؟ طبعا که میخواین مردم ترکیه را گمراه کنن، اما ما با تو یکی که متهم حاضر میکنه و یا یکی او را که کشته چیزی گفتن نمیتارم. برای فعلا ما دخالت شما را در تحقیقی سوی قصه که وظیفه که گیتس میخوایم. تشکیلات استوز و وظیفه هم استوز. میخوایم از متهم تحقیق کنم. این موضوع در ساحه کارتون نیست، این را باید بفهمی. این کار از شما سوا میتونین که مرا دخیل بسازین. ناممکن است. ناممکن نیست، فقط به نیم ساعت میخوایم. پولا تعلمدار، او شخص در زندان است. ما تو را با کدام دلیل داخل زندان ببرم که از اون نفر داخل زندان تحقیق کنی؟ اگر ما پیش او نرم او پیش ما میه. والا نمیفهمم بیادر. اجازه که به من داده شده بود دوباره گرفته شد. به عملیات میرم. نه کدام اجازه؟ بازم چتیات میگه. کدام عملیات میگی؟ یعنی چی که کدام عملیات عبدال؟ ناقو قدر فیلم نمیبینه. orhan بیادرم به تو چی گفت؟ فقط همو رو بگو. گفت ماماتی با عبدال بیایه و با ما میشه 3 نفر. پس تمام گپش دقیق است. راستن میریم به عملیات. کارا تنظیم میکنم، فقط دادقه میتونیم روش گپ بزنی. اگر کدام مشکل پیش آمد یا گیر آمد این بر شکل که باشه، تو را دیگر نمیشناسم و همچنان او کسایی که همراهت کار میکنه. درست است، موافق هستم. بسیار تشکر. پرموسی میتونه بری. رئیسی با جنگ ما با کی است؟ کدام جنگ ماماتی؟ نگو دیگه بیادر. جنگ نه، فقط به خاطر پرونده مجهول تلاش میکنم. افراد ما را کی میکشه؟ چرا ای کارا میکنه؟ چرا سوی قصار رخ میته؟ ارسمچو چرا کشته شد؟ ازمیر سبانچی چرا کشته شد؟ ازیر گاریخ با داراویختن ACB رئیس شورای امور خارجه هر جنایت را که گفتم و تا آل دیدیم. فهمیده شد بیادر، فهمیده شد. فکر کردیم که از ترور خلاص شدیم، اما شما در یک موضوع داخل شدیم که نمیفهمی که دوست کیست دشمن کیست. در طرف با گرگای ما کمین گرفته شده. گرگ چه وقت از کمین ترسیده که آله بترسه. با آوردن شواهد وکیل مدافع متهم محمود گندودو دیده می شود که در محکمه حاضر شده، اما مدافع دیگر جنکره دیده نمیشه. توضیحات شروع شد، شناسای زندانی شروع شد و تمام تحقیقات گفته شود. محمود گندودو نام پدر احمد. اون آمد. دوستا شما بیرون باشین، وقت برآمدن زندانی از شخص نگیرین.
اما ما باید گزارش آماده کنیم. دوستا چیزی که دستور داده شده لطفاً بیرون برین. اینا رو راهنمایی کنین که از اینجا برن. نمیفهمم که اینا چی کار میکنن. آمر صاحب ما فقط میخوایم در این سوار شدن موتر عکسشو بگیرم، اجازه میدین؟ خانم محترم امکان نداره، خواهش میکنم مرا با مشکل مواجه نکنید. بفرمایید. با هر حال پس سفر ما میاد. به نظر ما یه ادعا را ناقص گفته. عالی جناب ادعانامه را بدون دوسیه اصلی آماده ساخته و این شخص زندانی مجرم است. دیگه این شخص به اندازه 1 لیرام ارزش نداره. وظیفه محکمه ایسته که باید تمام عناصر واقعه را پیدا کنه، حقیقت مادی این موضوع را روشن بسازه و در جریان این محکمه اگه کسایی که دست دارن معلوم نشن، مطمئن هستم که در ترکیه متاسفانه بازم این جنایت خطرناک ادامه خواهد داشت. ما این زندانی را و کسایی که این زندانی را حمایت میکنن محکمهشون از دادگاه عالی میخوایم تا به اونا جزای سخت داده شود، نه تنها به این زندانی بلکه و تمام کسایی که به این جنایات دست میزنن. دیگه چیزی بر گفتن دارین؟ نه خیر عالی جناب. میتونم یک چیز بپرسم عالی جناب؟ عالی جناب فکر میکنم که موکل من میخواد کدام گپ را علاوه کنه. بفرمایید. تو در زندگیت گاهی صدای پدرم شنیدی؟ در عمرت یک بار امروش گپ زدی؟ گفتگو کردی؟ او را شناختی؟ نه، اما در اظهاراتت گفتی که چقدر تلاش میکنی تا پدرم بکشی و نفرتت هم نسبت به او گفتی. یک انسان کشته شو و دیگهش محکمه درست است؟ تو قدر کار پس انجام دادی؟ دخترم اینجا محکمه است، متوجه گپایت باش. معذرت میخوایم، اما با فهماندنی دیگه چیز ندارم که بگویم. یک انسان کس را بکشه و باز در مورد او گپ هم بزنه. در مورد تو شخص دیگه چی گفته میتونیم؟ یک کسی که به خاطر وطن خودش کار کنه و باز او را بکشیم بگویم که انقلاب بود؟ تو برای وطن، برای ملتت، تمام اینا را بان، برای خانوادیت، برای پدر و مادرت، اگه اولاد داری برای اولادت چی کردی؟ حق با توست، ای چیز نکردیم. اگر تو را میکشتم بازو وقتی یک کارا میشد. گپ نزن. سلجوق میخوایم بگویم که ما باید در روزهای بقیه که دیگه خودم همیشه همکار باشیم. بفهمم که قانونی دنیا رقابت هست، اما روزی رقابتون خلاص میشه. دیدیم که چایری بیادران مرد و به همین قسم فکرت بیادران مرد. تشکر میکنم قدرت بیادر، با یکی اینجا تشریف آوردین. بسیار ما را از این کارتان خوش ساختین. استغفرالله. همیشه ما مثل بیادر بودیم. بیادرم به کل ما در مورده تو رو سوا درباره کاربار اونا و قسمه که میفهمیم در مورد ضرورت ها تعلیم داده بود. لطفتان از بیادرم هم که بود مشکلات تجاری داشتیم، حالا که از این دنیا رفته کار ما دیگه مشکل شده. مرحوم بسیار خوش داشت که کار به جوانا بسپاره. از امو خاطر برادرزاده امام مسئولیت زیاد داره، اما او بسیار جوان و ساده است. اگه ای همه را یک جا بسازیم، شما هم بیگانه نیستین. والت ما مقدر خوب نیست. شاید با مشکلات مواجه شویم. ببین، اگه میگی شریک میشیم، اگه میخوایی یک جای کار میکنیم، اگه میخوایی قرض میگیریم و دوباره تمام مشکلات تجاری خود حل میکنیم در پالویش. دختر شما با اولادای ما ببینن و چیزایی که ضرورت هست انجام بدن. اینا کی است؟ بسران احمد قدرت با برادران محمد فکرت هستن. گروه شرکت های پسران حاضر نی؟ بله. خانواده نساجی و تروزیم کارتلی
کار انحصار گاز طبیعی. قاچاق سلاح خفیفه، مواد مخدر، پترول، پولای جعلی، قاچاق انسان و تمامی جرایم در پروندهشان ثبت شده. گفتم میتونم که ثروت رسمی و غیر رسمی اینا تقریبا 50 میلیون دلار شده. رئیس خانواده قدرت بیک است. یک لحظه صبر کنید، شما بعدا برید. آهو خانم. بله وکیل صاحب. خوب هستیم؟ خوب هستم. از اینجا بریم. درست است، بریم. زندانی را ما میبرم، شما در موتر دیگه بیایید. اما عامر صاحب چیزی که گفتم همون کارا کنین. چی گپ است؟ چی شده؟ همراه ما بیا. چرا پلیسا نمیره؟ چرا تنها مرا میبرین؟ مرا میکشین چطور؟ بالا شو. چی میکنین؟ موی کلان به دست آوردم. کامرت با عینکی. برای کشتن ما آمدی؟ اگر بس حوالای ما جواب بدی امرای تو کاری ندارم. من خود کدام کار اشتباه نمی کنم. امی وظیفه مست. اما این چیزی نیست که وظیفه تو باشه. لطفاً کمری ما پس برم بتین. پس من چرا نه؟ آرام باش، وال مخوال نکن. ببی قلدولک، تو منو ندیدی و ما هم تو رو ندیدیم. تو یک سال نگرفتی، ما هم اینا را حس نکنیم. تو منو نمشناسی، ما هم تو رو نمشناسیم. حالا رفته میتونی. این کارا که میکنین گناه است. طرف چشماین ببین. برام بگو در چشماین کدام ترس از گناه را میبینی یا نه؟ دستور قتل از کی گرفتی؟
این کار خودم فهمیده و دانسته به نام انقلابی های وطن دوست انجام دادیم. دستور از کی گرفتی؟ با تو معامله نمی کنم. تو رای پلازا را بلد بودی احمق. باز به نام انقلابی توتر برا انداختی. روزش میرسه که حساب آدمای مثل تو را برسم. مال نوبت شماست. تو را هم میکشم. امرای ما خدا نزن. آدم باره به سوالای من جواب بده. دستور از کی گرفتی؟ عجله کن که بریم. نفهمیدم اون خبرنگارا چرا ایلا کردی اماماتی بیاده؟ نباید بفهمی پرسانم نکار هم. درست است اما اون خبرنگار شاید آرام نشینه. عکسی که پیشش باشه باید آرام نشینه. تو متوجه رانندگیت باشه احمق. تو هم راست میگی. در جایی که آزادی بیان قدر به قدر باشه اگه خبرنگار گپ بزنم آیا اورهان جایی را نمیگیره. پس بیا در دوست دختر او زندانی چرا سازمان فرار کرد؟ چند دقیقه مانده ایران؟ کمتر از 5 دقیقه. همین که اشاره تو رسید ما با سرعت حرکت میکنم. بعد از او دیگه خلاصه. از کاروان ماروان نمیمونه. باز اگه پولاد بدر خواست تا سبا تحقیق کنه. بیادر باید این کار بدون کدام مشکل حل کنیم. ارجان چرا بعد زازگان آمد؟ میخواین تو را قربانی کنن چطور؟ در اولین فرصت تو را خود کشتن اما تو نیست؟ ارجان با تو در داخل ملاقات نکرد نه؟ با تو خبر روان کردن چطور؟ که شیر هستی، ببر هستی، بالاخره فرار میکنی، با اروپا میری و آزادی تا به دست میاری. اما تو نیست؟ از ما گپ گرفتن نمیتونی. تو حال گپ زدن برم بان. درباره خیانتی که کدی برم بگو. ارجان سلایی را که به دست تو داده او هر قسمه که باشه رای خدا پیدا کرده و معاف میشه. اما تو در اینجا کمرای ما دیدی باید بفهمی کارت خلاص است. امشب برآمده نمیتونی. با بچه نمیگی که چه اتفاق افتاده؟ ای گپ بین ما و تو باشه. فهمیدی؟ درست است آمیرزی. دوست دخترت کجاست؟ ما دوست دختر ندارم. واقعا میگه که دوست دختر ندارم؟ پس در او وقت نه فداکاری میمانه و نه از خود گذاری. تحمل کردن نتونستی که سلویا و خانواده تا درد دادی. در اصل خوب از اول تو را از دل خود کشیده بود. اما چی میکردی؟ دل است دیگه. از امو خاطر خواستی قهرمانی کنی نه؟ به خاطر نجات زندگی سلویا با او گفتی که ارزوی ما را میکشی، یعنی ما او تو روسا میکشی، باز ارزویتان به اروپا فرار میکنه. اما تو نیست؟ دروغ است. ارجان کار وقت انجام داده.
او گفته یک زندانی ترسوی مثل تو را پیدا میکنم کارا حل میشه. پسر جان سلویا را زنده میمونه، تو رام زنده میمونه. جزایی اهانتی را که کدی مرگ است. او دختر عامل است. موتر روشن کن. درست رسیدم. ماماتی بیادر حاضر هستیم. بله جانه، هیچ مشکل رو نمیخوایم. عبدالحی میایی. استاد شو. برشان مخابره کو که پیش برن. پیش رفته میتونی. درست شد. حرکت کن. حرکت کن. درست است. بیادر امروی نفر گپ زدی؟ زندانی چی میفهمه که گپ بزن عبدالحی؟ اما به ما کار میکنه. قسم خورد. بوده اینجا چی میکرد؟ کی بیادر؟ او خبرنگار. تعقیبش کنم یا نه؟ نه بان که بره. در جایی که ضرور نباشه بریم، بر ما مشکل خلق میشه. آقا وضعیت مالی ما چطور است؟ میفهمم طرح را که من میتونم خوشتان نمیه آهو خانم، اما ای بار باور کنین که من چیزی طرح نمی کنم. وضعیت بیض و بحرانی است. قرض که از فرانسه گرفتیم در کدام مرحله است؟ بند شده. فکر میکنم که بعد از وفات پدرتان اونا تمام شرایط یک بار دیگه بررسی میکنن. فکر نمیکنم که چیزی باشه.
چیزایی که از گرجستان گرفتیم چی؟ یک درخواست جدید خواستن خانم. نمیتونیم سرشون فشار بیاریم؟ با دفتر حقوقی روسیه به تماس شدم. ما را به فشار آوردن توصیه نمیکنن. چرا؟ قسمی که میفهمین در بلوک شرق کارا از حقوق کرده بیشتر با ارتباطات دو جانبه به پیش میره. فقط در غرب فرق میکنه. راه بیرون رفت چیست؟ 3 راه بیرون رفت وجود داره خانم. یا که کلی چیزا فروخته از کار میبراییم، یا که مشترکاً کار میکنیم و در حصه کوچک راضی میشیم. ارتباطات تلفنی در زندان بررسی که حکمت. مطمئن هستم که زندانی از من در بیرون با کسی تماس خواهد گرفت. درست است آقا. چرا با بیرون تماس بگیره؟ با کسایی که در داخل است میگه. مجبور است که از سازمان پد باشه عبدالحی. به خاطر که او بسیار ترسیده. در بیرون با کی تماس میگیره بیادر؟ امیر خو ما میخوایم بفهم مماتی. به خاطر پالیدن اون نفر عبدالحی با مماتی بره. خیمه چی کنم؟ ای کو نفر کجا تماس میگیره؟ ایره تو، ایران، نورزاد زیر نظر بگیرین. با یکی دیگه تان تماس داشته باشین. تون جای امروز خلاص میشه نه؟ بله آقا. ما میرم که بیارمش. حکمت کارایی که تون جای میکنه متفاوت است. او تازه از شفاخانه مرخص میشه. یعنی سر او بسیار فشار نیار. او بر ما بسیار مهم است. دیوانه که دیوانه را میبینم مادر که کاپت میشه. شما فکر نکنین. سلجوق صاحب، درد شما زیاد است و این کلمات درد شما را کم ساخته نمیتونه. همین وقت است که دوستا درد یکی دیگر را کم میسازن و به یکی دیگه همکاری میکنن. بسیار زیاد تشکر. شنیدم که شما یک مشکل دارین و شاید که اتحاد ما و شما بتونه این مشکل را رفع بسازه. ما از بخش‌های بزرگ صحی کشور هستیم. از شما میخواییم که در شفاخانه همراه ما همکاری کنین. این کار میتونه نام و مرحوم همیشه زنده نگه داشته باشه. با آمدنتان ما را بسیار عزت بخشیدین و با وجود این روحه بیادر مرحوم ما را واقعا شاد ساختین. اما توران بیادر، شفاخانه ما به خاطر خدمت به مردم محتاج ساخته شده و دکترایی که همراه ما کار میکنن امی قوانین با اونام داریم و نمیخوایم که کدام تغییری در قوانین ما ایجاد شود. امروز اوضاع فرق میکنه سلجوق بیادر. در تهران ما مسافرین چی میگن؟ ماسک اکسیژن اول به خود و بعد با بچه تان نصب کنین. آیا شما امروز احتیاج به کمک ندارین؟ باید که اکسیژن نصب کنیم و نفس بگیرین. بعد از او حتما یک چاره پیدا میکنیم. بر اثباتی که اون نفر ترک از 1000 شاهد میخواه که بر اثبات ازلر در آلمان 1000 نفر نمیتونی پیدا کنی. خانواده کاشگار آینه رئیسه. از یادداشت‌های شما خوندم. یه خانواده هم در طب، هم در ساختمان، هم در قمارخانه در این زمان بوده میتونه. اون نفر قدرت بسیار زیاد داره، صلاح داره. در هر جایی که ببینی 35 یا 40 میلیون دلار داره. از زندان کدام صدایی نیست؟ دانوز خونه است رئیسه. دختر چی میکنه؟ تو روزه میگی؟ ها تو روز. در خانه، در جلسه است. گوشکی دیگر برام بسه.